سلام همراهان همیشگی، دوباره خوش آمدین به کانال خودتان. خب امروز قرار است برایتان آموزش بدم چگونه یک اکانت آیمو بسازیم. خب میرویم دوستای عزیز، وارد آیمو میشویم. وقتی که وارد آیمو شدیم، یعنی اپلیکیشن آیمو، بعدا دوستای عزیز اول اینجا کد کشور خود انتخاب میکنیم، کنتری یا کشور. خب وقتی از اینجا دوستای عزیز ما اینجا مثبت 93 زده کد کشور ماست از افغانستان دوستای عزیز، و از اینجا میتونین از هر کشور مثلا اروپا، آرژانتین، آلبانی، آلمان، اینا رو دوستای عزیز هر کشور را که بخواین فقط اینجا دوستای عزیز کدش وارد میکنین. وقتی کدش وارد کردین دوستای عزیز بعدا کد مو کشور میاد با اسمش و روی مو کلیک میکنین دوستای عزیز. خب از ما افغانستان زدگی است. خب ما دوستای عزیز اینجا شماره خود وارد میکنم، شما هم همین کار کنین. وقتی که اینجا خب ما شماره ما کپی گرفتیم، اینجا وارد میکنم، شماره ما وارد شد. حالا بعدا دوستای عزیز بالای اینجا بالای صوتی اینجا کلیک میکنیم دوستای عزیز. وقتی که اینجا کلیک کردیم بعدا دوستای عزیز در اینجا بر ما میآید آیا این شماره صحیح است و اینجا دوستای عزیز ویرایش. از اینجا میتونیم اگر شماره ما صحیح نباشه شماره ما را چنج کنیم و اگر شماره ما درست بود فقط بالای بسیار خوب اینجا کلیک میکنیم. وقتی که اینجا کلیک کردیم دوستای عزیز اینجا دو گزینه میره لغو، چون ما دهی قبلا یک حساب داشتم، لغو حساب و ورود و حساب ایردلیت کرده بودم دوستای عزیز. بالای اینجا کلیک میکنم ثبت به عنوان حساب جدید. وقتی که اینجا کلیک کردم دوستای عزیز حالا از اینجا از ما یک اسم میخواد. خب دوستای عزیز اینجا از ما یک اسم میخواد. خب اینجا اسم وارد میکنم به طور مثال امیر. بعدا اینجا بالای درست از اینجا کلیک میکنیم دوستای عزیز. وقتی که اینجا کلیک کردیم حالا از اینجا از ما میخواد که یک عکس در پروفایل آیمو ما بگذاریم. خب دوستای عزیز از اینجا ما یک عکس انتخاب میکنم. اینجا دو گزینه میره، یکی که اگر میخواین عکس خودتون بگیرین آپلود کنین یا عکس از گالریتون انتخاب کنین. خب ما بالای گالری انتخاب میکنم، مجاز است. خب وقتی که عکس از گالریتون انتخاب کردین دوستای عزیز بعدا اینجا بالای گزینه درست است اینجا کلیک میکنین دوستای عزیز. وقتی که اینجا کلیک کردین حالا بعدا بازم بالای این گزینه کلیک میکنیم. وقتی که اینجا کلیک کردیم دوستای عزیز آیموی ما ساخته می شود. اگر از این آموزش خوشتون آمد دوستای عزیز کانال یوتیوب ما را افغان تیچ حتما سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما را ببینین و لایک کنین و یادتان نرود زنگوله را هم فشار دین تا هر ویدیویی که میمونیم تازه برای شما بیاید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.